میتوانید از آن همین کانال تماشا کنید و مهمانی برنامه امروزه ما دوستان عزیز یک حجم‌نگار شناخته امیدوارم که شما میشناسید این نفر دوستمروز شریفوف با تخلص دان جوان. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید شما؟ سازی چیزی نوروزان خدمت در رد اشتگی سلام علیکم. کرونا انا کلی صحبت سلام هم خوب سر کردیم اون که شرطو دشورن شرطو قینترن. این جالبی برنامه در این است که دوستان یگان بار این برنامه رو تماشا نکردن و از این سبب فکر می‌کنم البته برنامه شوق‌آور صورت میگیرد. اگر شما میخواهید دوستان عزیز برنامه جالب و شوق‌آور صورت بگیرد پس به واسطه باز از خود شما وابستگی دارد. البته دستگیری شما برای بیشتر آمدن برنامه‌های ما مساعدت می‌کند. خب و برنامه ما دوستان عبارت است از یک سوال و یک شرط و چون همیشگی ما هر نفر مهمونی رو که دعوت میکنیم البته یک سوال میدیم و یک شرط، لیکن شما باید شرط رو البته اجرا بکنید. اگر اجرا نکردید در صورت اجرا نکردن شرط دیگر رو ما به شما پیشنهاد می‌کنیم. انجمنی سال تو چی خیلی بگیم بهترین. خب اینک آماده هستید شما؟ آماده باشید پس رفتیم با سوال. سوال نخستین به شما چنین است: چند زن داری، چند عروس داری و چند نفر فریب کردی؟ چند زن دارم، چند عروس دارم، چند نفر فریب کردم. این باید راست گپ زنه که دروغ؟ اگر راست چه گپ زن؟ شکرانه پروردگار یک زن دارم فریب کردگی و من قطعی دروغ گفتگی حساب کردن نمیتونم. برای چی؟ نمیدونم. شمارشون زیاد هستن؟ اگر دروغ میگفتی چی میگفتی؟ اگر دروغ میگفتی میگم 5 6 زن دارم مثال. میگم شکرانه پروردگار من یک زنی الحمدلله یک زن نکاحی دارم و اگه دروغ گفتگی ما قطعی شوش نمیدونم ممکنه که بسیار باشن بسیار باشن. سلامت باشید. انا این به همین سوال شما جواب گرفتید و اینک میگذاریم با شرط. و شرط اولی ما جالب است تماشاگران عزیز و مخلصان گرامی. نمی در همین لالی یک لیمون شما دیده استفاده دوستان ما فرموش دادیم یک لیمون خیلی خوشرو آوردن نمی‌بینید شما. و شرط اولی برنامه ما نه دوستان رنگ روش خیلی ترکیدی خیلی شطاب چید. همین لیمون ما با شما یک دقیقه فرصت میدیم، یک دقیقه وقت میدیم. در دوام یک دقیقه بعد در دوام یک مینوت باید همین بخورین شما. اگر که خورده نتونستی ما با شما با دیگه شرط پیش میدیم. شما روزه هستی. تماشاگران عزیز اینک شما نیست مرات میگم که ثانیه هستن جان سکونده می خود رو تیار بکنه آماده بکنه حساب میکنیم. با حساب من یک خرسک شوال یک خرسک میزنیم اشتراک شو و درست میشم این استودیو ما پرای تماشا بینن. یک دسه چه خوشگی رکم چه خوشگی چه خوشگی بگی رو دامه شکی رو یوش میکنه خیلی چند چی کنشید؟ توخیل برنامه دوره نفرو یا دازمین نسلی که خیلی ولی وقت های بهترین چه با مزه ده بینامک تمام شده؟ تمام؟ یک خرسک یک خرسک بهترین. آنا که میگفته که مزهش نخ نمیکنه هیچ خیلی بود. مزهش مزه لیمون بود. تومچه که شیرینه که با مزه. با مزه. یا دیگه بیارم. نه پس داولیمون پس میشم. گام نیست. و از اون شرط ما برآمد احسن میگه مراد از اون به شما یک خرسک میزنیم دوستان عزیز. میگذاریم با سوال نوبتی. خب و تماشاگران عزیز از اون شرط ما برآمد دوستان حضور اما باور نداشتم ملادیس بخیر. اینا اگر وقتی که شما غالب اومدید مرمت ما یک شرط پیشنهاد کنه یکی اگه سوال بودیم ما اجرا کنم. کپات سوخ نوروز جان اگه شرطی ما همین از سوال عادی میتونم سوال میتونم بیو همین سوالی ما همین که خرید 3 ساله بعد از 3 سالگیش چی میشه؟ بعد از 3 سالگیش 4 ساله. نه خرید 3 ساله بعد از 3 سالگی چی میشه؟ خرید 4 ساله. نه خرید کوری میشه. خرید کوری سلام باشه. سلام باشه. خب میره میدونست یافتم جواب. میگذاریم با سوال نوبتی.
саволи навбатии мо хеле ҷолиб аст ба Дон Жуан таваҷҷӯҳ. Як коре ки дар хизмат доим он вазифаи шумо буд, чӣ кор буд ки дар хизмат чиное ки мо бидонем нафар соли 2008 хизмат рафтан, 2010 рафтан, 2010 ман 2008 рафтам, 2010 омадам. ман дар хизмат خودم فکر میکنم که خلای همه کارا نیمکارا میگن کو خودم هم خیلی بدم. بس که راستی گفتم ما حجمگران گوری عرب شو بودیم در خدمت رفتیم. بیچاره سالات هم آرزو میکنن که با خاتم صورت بگیرم. خب میومدن سالات خاتم صورت میگرفتن، هیچ که کارم نداشت دیگه. بعد میگفتم که خیلی دیمبلو بعد از صورت گرفتن میشکیدن. وای دیمبلو بیچاره که غیرت میکنه پیش میگیرن. همین راستی گفت کو با میگفتم که خیلی چیکاره با میگفتن که موی سر پس کنی. میگفتم انا اصلا انا کسب ما اگه باید کسب بگیری که در خدمت کی 2 سال مثلا در خدمت گفتم انا موی سر کم کنی. رفتم خیلی که مو حیات مونی اکم برای اون اونجا چی نه اونا میرن ماشین کوی نه اونا میرن خیلی چی میرن. همین رفتم گفتم من میتونم بشینم یه ساعت را شینم با هم خدمتام و بشینم. من چند بار کردم من چی بدم که خیلی کار کنم میخوام که اصلا که دقیق میدونم نیمی موی سرش میگیرم خیلی. با همین یا راه داشتم ایس میقفید ما که پشت کلاس میداشتم. حالا کاش میگم انا سالات که پریچوسکا میگم خیلی بهتره. مقصد یک هفته خیلی کار کردم. سرتراش. سرتراشی. بعد هفته گفتن کی پراوا داره، خیلی من پراوا داشتم راستی مثلا 2005 پراوا گرفتگی بودم. بعد گفتم پراوا ما روی کردم بعد دوشنبه پراوا ما خوجان روی کردم پراوا ما گرفتم. گفتم من این پراوا دارم، گفتم شوفیور میشم که بردن یک چی دادن ما باید کسا سالاتایی که بیمار میشن ای چسب بگیرم چی ببرم هسپتال. این راستی گفت این شوفیوری وجود خیلی میدونی که یا ماشین دادن ماشین برام بده. یه هفته دیگه خیلی کار کردم. خلاص چند وظیفه داشت؟ همین آخر اومدن صاحب ویرتالات هم شدیم. همه کار در بار نور منطقه دیدم کوچ خیلی گفتم یا بار ببینم گفتم میرفتم مقصد تانکش هم کردم بهترش هم کردم ما راضی چی بودیم. خب من ایمیل گفتم کدامی بعد گفتن که کاری دویمه شما تازه نمودنی فحش راستی گفت من این اکنون رو پروی مردم هستم. اگر نمیخوام هم خدمتای ما رو دیدن به خداوند قسم میخورم او خیلی سعادت اینا بودم که من یک بار همین کارو کرده باشم به خدا. سلام علیکم. لیکن وظیفه شما بود. نه من همین مرد گفتم وقتم میو که نیافتم یا که یکو از من نگفتن که همین کارو کنم. همین راستی گفت مشون فقط نه که من همین مشق دوست می‌داشتم. میرفتم مشق میومدم همین کار در رو متقیدم در کوچیک پای. تشکر زیادی نمیگذاریم. با شرط نوبتی. شرط نوبتی دوستان عزیز خیلی جالب است و فکر کنم که البته با دوستمراد پسند میاد. شرط نوبتی دوستمراد ما بینیشمون رو میجقیم 2 دقیقه شما باید نفس نکشید. اگر که مثلا از اون شهر نبار اومده یا که نفس اون گرفت میتونه خیام میجیمون یا که 2 مینوت دکن نمیشه. 2 مینوت. 30 سکند ممکن. نه 2 مینوت. اگر که نتونستی ما شرط دیگه را پیش میکنیم. خب این 2 مینوت بچه در طی او ایستادن میشه. حالا 1 دقیقه حاضر. یک نه دهن نفس نکشید. نه مردک برید. مردک برید. 1 2 3 لیمون از اگه خوش میگی. نه وای خیلی میگی من خوب بود میدون. بعد نفس نکشه نفس کشیدی. ولی الان رمضان بود خیلی ترس می‌کرد که شما را 20 سکند تا نیست و از دو شرط نبرم اما که ما شرط دیگه را پیش می‌کنیم. شرط دیگه از تلفن دستان ولی ما یک رقم میچینیم. وقتی که میبردارم شما خود را شناس میکنید و یک گپ میگی که یک چیز نقل کنید که هم بخنده. اگر خندید ما خنده خوبی اون احساس کنیم شما از دای شرطمون میبرید. از کدگیری اینک وقتی که شرط اجرا نتوانست ما البته دیگر شرط پیشنهاد میکنیم و حالی من یگان رقم میچینم و من رقم بیگانه است ناشناس است و تنها من میخوام که شما اجرا بکنید این شرط. خب این نفر جواب ندادن زنگ دیگر با دیگر نفر زنگ میزنیم. این آدم بیگانه نه؟ بیگانه من یگان مطمئن نمیشم باید اینک آمده ایم یگان چی نفر که بخنده. سلام علیکم. سلام علیکم. شما کی من شما دا زنگ زدید استماکه؟ شما خودتون کی اسم دا زنگ زدید؟ بخشش من اگام صفر خطا کرده باشم کنامتون چی هست؟ من تو ممکن اگام چی باشه چی بگم چی بگه؟
دکتر نه بخشش ما بیمار نداریم ما استخوان زنگ زده بودیم که دکتر رفته زنده باشه خندونی زاتو خند نه خندی زاتو خندی اصلا خمو خنده خوب استخوان تو خندی ده خیلی تمام دکتر از شهر برما تشکر سلامت باشه یک کافی یک قرصک انا که اگه شرط ماذا پیشنهاد کنید شما از شرط انا که به تمر خام دادستی بس ارمیا خدمت کردگی من اکوز اجو میخزم تو اوپولوژا پرنیاد میدم اوپولوژا میستیکو چند تا انجمن میزن بو بینی مرا چه دیوز بیز اجو میخزم خزاکا اجو اوپولوژا پرنیاد اوپولوژا پرنیاد انا که جورام دایر هستم دلم راست دلم دوا دلم راست دلم دوا انا که تو قوت دو چیزا بزنم چند تا میزنی شروع بزنی درس کی زدستی بچا دستو تا پوکز روز کن انم خداک یک سو پرزیدنت چند تا زد سام نکردیم نخندم بزار اکه پدیم بلسکی کنی باید من پوچم دابروی تو بمونمو خیلی چیگاه من دارم بزار یا تایی دیگه بزار کن بخیر که تمام وقتای خدمت هم باید آورده وقتای خدمت هر صبح با مشق پگاه‌روزی انا اینم مشکل ما همش همونجا پیدا شده بشی نصرینو گاش شوخی میکنم وای دوستان عزیز چگونه که دست داده البته شرط‌های ما جالب صورت گرفته شدن و میگذاریم با سوال نوبتی و بعداً به شرط دوستان سوال با شما چنین سوال نوبتی 10 نمود خنده رو با ما نشان دهید 10 نمود من حساب میکنم خیلی خنده بسیار ایو این سوال خنده است یک خنده است دو خنده است شده میتونم سه ما خنده است پنج خنده است واه اگه نو پگادی بخوری شش با خنده است که نگیسش میخند هفت انا که با خنده که ابی خمر میخنده بچه چه سازی تیجی هشت هشتی هم هشت مونم بود نشی فریم نکرد بده تا اینجا من به میام خواندم یکی اگه اون کس میاد میخواه میتم چخه من اصلا نه انا که یاتی دیگه یکم جده یک که میری اکی خیلی بفهمون تو رو خوش میخنده یکم جده میری باید و دو یک پیش پای میگردیم میخیزی باید و دو رو بخشیش یک خرصد اکنون میگذاریم با شرط خب شرط نوبتی ما خیلی جالب است و رشته سوزان خب آنایی سچوق دستو همگی ما با شما 1 دقیقه وقت میدهیم 1 دقیقه نه 30 ثانیه 30 سکند وقت میدهیم شما باید سوزان رو از رشته گذرانید و همین سچوق رو از همین بر تا همین بر دوزید پرابلم نیست من راستی ما در یک دهه سانتودا باید که کشیده رفتیم ارنده همین اجاره مقصد ارنده سر زمین رفتیم جدا مرخ کردیم گو کردیم راستی که همین سالی همین سینفی یکیم تا سینفی دهیم آمده کلکمون شدم یکم چیمال یکم که از دختگی نیست توفری تا موزه تا کلکه تا تمام چیما خودم دختم اگر که این 20 سال میشودم من دوشنبه بودم اگر همچو دریا مونده باشه این ممکن که من نمی‌نوده بکنم اگر انا که شما تماشا کنید از امکان داره که اون طفلی دریدگی باشه اون خطر من کندگی باشه راست پیش دوستم رو میاره میدوزم من همین جامه و کرتا و چی خدمات خیلی می‌دوختیم خب
با حسابی ما شروع میکنیم از قبل ما میکشیم سوزن باید تیار باشه. سوزن باید تیار باشه در 30 ثانیه یک کوکوی کلان اگه کوکوی مایده گیرگان زنکو میدوزن کو زنک دوز که خیلی زنک دوز تیونا در چی در کار اویما یه همینه گفتگی نه سیش کن یه همینه سیش کن یه همینه به شما وقت دا خبیو با شما رفتیم 30 ثانیه نه و 1 دقیقه وقت میدهیم برای که کمتر دشوارتر است این شب 1 دقیقه وقت میدهیم عصبانی که 1 دقیقه اولی لیمونی عصبانی که فرصت زیاد است 1 دقیقه است شما کورو ما ادامه میدیم که الان با حساب ما شروع میکنیم 1 2 3 میریم پرنده من نیست نه پیشکی میگم تا مایده بدوز که قبول نمیکنم که خیلی کوکوی خوشوکی خیلی معلوم نشه رنگی که ای فیلم میبره تو از زود میبره میگی با ماشین که زدگی میکنه ماشین قدی گفتگی جوری جونیم که باشه حاضر تمکنیم دور بگیرید که نزنم تمکنیم این کنشی خیلی کوگاری بزنیم تا کوگاری بزنش این رشتم ایلا تو امیلا آخه رشتم کالت خاکی ای خیلی که این خیلی هم هست دخترم این خیلی هم میریم این یک تنمودش با نمودی خیلیش هم دونی هیلا خیمچه قدیزانی فیلا این خیلیش اگه تو اوزشم میرمو کلپچه دوزش کده بچه ها کلپچه دوز تقمی خر میدوختیم اصلا در دی کسی باشن این تقمی دوز خر کدیمو وقت هم به انجام رسید تمام یه منوت چی دو خیلی کن؟ چی خیلی میدوزی؟ یه منوت چی تمام این دوستان عزیز در 1 دقیقه یکی این دوسته نمودفته این نه خلاصه از اودای شرط اونا بر اومد ما شرط دیگر را پیشنهاد میکنیم اما که شما ما را گفته که خدمت کردگی سال 2016 تا 2018 پولوژا پرینیت گفته انا بسیار نقص کرده من میخوام که همین دوره خدمت شما را پیش نظر کنم تمام پرده من نیستم بچه در خدمت شما گفتن خیلی بخیده ستارت اونجا بیار کرد اونجا بیار ایسی بایستم آماده باشه پس شروع میکنیم بچه بچه گرد بازیست پولوژا پرینیت اخی برا پولوژا پرینیت استوید پولوژا پرینیت استوید کروگم شگامش بهترین سرمون نفس یک حسک خب الان که معلوم شد که دوست مراد ناز خدمت کردگی میگذاریم با سوال نوبتی و شرط نوبتی مایورا میگیم سوزان دو داشته ما هم ماشاءالله گفتی که از یکم با چپ در میزیستم طرفی راست گشتیستم رفتیم رنگ ملدوی شدیم رفتیم دوستانو پیش از سوال نوبتی باید یک لطیفه میگیم که همین تماشاگران بخندن که همین رگای سرشون بکنن من که لطیفه ما بسیار میدارم یا لطیفه میگم من برادر زنش تولد میکنه و قطعی زنش دخترچه دارنده بعد دخترچه تولد میکنه و میگه اگه چه دردی ها حسن بودم ما این سودا فعل هم خیلی با میگه این همین آینده دختر ما رو چه بفهمیم که چی میشیده باشه آینده دختر ما چی میشیده باشه اینا که سولی دختر شدیم بعضنش میگه ای یافت میگه این همسایه پایانگی ما بینه که میگه فولبین میگن که خیلی جادوگر فولبین میگه پیش الان میبره میگیم که آینده دختر ما چی میشه ببین میگه خب این مرد کم روزی میشه اون میگم دکتر میرم پیشمو بینک پیشم فولبین پیش فولبین دیگه همسایه فهمیدیم که وقتی خودت فولبین شده بینک شده ها ما رو میبینی ها ما چی رو میدونی همین آینده دختر ما رو ببین چی میشه دیگه آینده دختر شما رو ببینم حاضر میگه رچکره میگه دیدی رچکره اگر که دختر تو نمی رچکره گرفت آیندهش معلمه میشوه میگن خب بعد دارو رو میبره میگه دیدی دارو رو اگر که این دارو رو گرفت آیندهش دکتر میشوه انا این قند و قنفیت دیدی میگه انا قند و قنفیت که گرفت آینده دختر شما بیزنسی میره دیگه خرسان جان رچکره میمونه و و چی رو میمونن دارو رو میمونه قند و قنفیت رو میمونه گودک سر میتن این گوده که همون میره و همین هر سه چیز جای میگیره دیگه مردم میگه واه آینده دختری با چی میشیده باشه اون جادوگر هم میگرده میگه
نفهمیدی میگه آینده دختر چی میشه میگن میگه هر چیزی از جایی گرفت میگه آینده دختری تو رقاصه میشه گامست رقاصه مردم شوسترک میشدن همه چی یک لطفه دیگه هر دو قطعی روح داده نقل کنم یا نکنم بکو نقل کنم ایز عیب نیست نه قطعی دوسفرود یاد ولیو تا رفتیم جایی که پول مایده میکنه خیلی چند سال پیش بود جای پول مایده کنه رفتیم بعد این دوسفرود پرسید ایوالو چی گفت از والو چی پرسید گفت که اکای دلار چنده گفت دلار چنده گفت که مرد گفت دلار اکای 900 سوم چه 900 گفت 900 سوم بعد دوستم گفت که اکای دلار کی میخزه که ما بیایم مایده کنیم باو چی گفت گفت اکای نمیرو تمام همه که خیز دنگ میزنم سلام باشه اینا میگذاریم با سوال نوبتی مرحبا سوال نوبتی خیلی هم جالب است و قلبی که بشر مانده است ولی سوال است دوست مراد سراینده رو یک سه سراینده رو با آواز خودشون تقلید کنید با آواز خودشون آوازی بیگانه نو پرابلم استاد افضل شدی راستیگه برادرم دادرم من در این دیها تعلق شدگی من راستیگه با پدرم لایق بابایم استاد ابوعبدالله رودکی راستیگه همین من سرودها رو بی‌نهایت تحلیل کرده میخونم چه سود زرن انا یاری زرافشانه جوانی رفت به سرسانی به حیرانی به نادانه جوانی رفت نفر دوم از بونو ای ما اكو بو اوز خلاص خطا از مینو ای مینو لاکو مینو لا ما هم باقی کلابا نه یه باقی کلابا گیجدان اكو ما اوز دیگه خرید نمیدونم اكو میتونم بو ای مردکو بو کی رو میکنه خیلی نه از خیلی اینا از ذکر الله هم میگیریم خب همون راهی که پایانش نمیبینم وطن دوریست وطن دوریست همون مشکل که آسانش نمیبینم وطن دوریست وطن دوریست مرمت سرودوی رقصی برای شما هی چکره چکیدن گیره زلف و خمیدن گیره هوای رخی جانونه عرق چکیدن گیره هی دختری بخوری میلک دل داری ای حال دلی زور خبرداری نداری عزیز و لذتی دنیا بمول است نه بر عقل و نه بر حسن و جمال است حسن و جمال است جوانی که ندارد مال دنیا اگر شاهزاده باشد به کمال است به کمال است میلک دل داری سلام خیلی تری خب سیم بوم دای آخه مینا رو تو کدی قربان الله عبدالله مینا رو خدت کدی کنه سیم بو کی قربان الله عبدالله قربان الله قشلاقه که من بوی چپاتی داره قشلاقه که من بوی چلپک چلپک دارد شیرینی تو ململات و عسلات و خندلات و نواچای و شکلات دارد از چوبی درختی به در هر خانه گوهارا و کیلسکه و خدناک دارد سلام باشه تشکر زیاد یک خرسک اینا هم میگذاریم با شرط نوبتی با ما باشه اینک دوستان عزیز شرط نوبتی ما خیلی جالب صورت خواهد گرفت اینا 10 تا زیاشکا ساقیج میگم تحچی داره قیامه چی بروارده استیم بروارده استیم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا ساقیج 12 تا جیواشکا 12 تا جیواشکا یا یکم جوی گردک یا مو ای گردکی زیاد کردی بود اما گفتم تون که هم یه شرط ایجاد چی میکنید البته با شما 30 سکند وقت داده میشود 30 سکند وقت در 30 سکند باید همه همین بخوایی و 30 سکند دیگه برای خویدن همین نشان دادن یک دقیقه با شما یک دقیقه فرصت داده میشود در یک دقیقه باید همین سخچور شما همش خوایی و خیلی با ادبانه خیلی مثلا خیلی بخوایی مشکل بخوایی خوش رو خودی خیلی با گفتی برادر خوجانی ما غچیدن در کار نه کلوبیو میگن خطلان غچیدن است
ما میخوایم میگیم شما چی میگین؟ خویدن. ما هم خویدن میگیم. یا خجالت میگن جواشکا میگه چی میگه؟ با حسابی من. رفتم. 1 2 3 اینو کردن خیلی باشه. اینو. یک. سوخوی. بوم. اما در وقتی خویدن یک سرود میخونی بو. جانو کارم کنه کاری زارو مینا بابا زارم. مینا بابا زارم. یک دقیقه تمام شد. تستر که یک دقیقه تمام شد. شاید تنها دنیا باید شاید دیگه. این شکلات خوب نیست. هم حالی میخوام بزن. خیلی خیلی نماشو کردن. خب وقت اون منجم رسید تمام شد. بشقی نه صرف میگه دواخل کنیم وقت تمام شد. الکی نه وقت اخی 5 فوت چیزی داری. من یک سیگون که بیدارم دیگه باید شهر قبول نمیشه. اما در صورت که همونی که باز از شهر نبر اومده خب الان جواشکا خوی و حاضی این شرط ایلواگه اصلا که آورده شما آورده خوی هم یک دمی کلام کنه هم خیده که یک دمی کلام سخچه گلی اما خویشی میشه ها اما خیلی من قضیت چخصه داشت پیشتر وقتا یک چند سال پیش توی خویدن تا شیرینیش رفتن یک چند سال پیش در ده زندگی میکردیم خیلی یک سقی چیزی رو میگفتن قیاد با یه کلام یا بعد اگر یکون کلینی خونمون باشه یکون امام که هم کس اگر سرطور بشیم کمی کم میخورد حامیله داری دارم باز به قصد میگم کم دوی میخریدم با آقا یک میدونی با مزه نه این سقی چیزی رو نه نه دم نمیشه بابا ولی میکفه دمش بود مو یک دمش این قسم که نمیقدر باشه چه نبود حالا قندو وارد کم شیرینیش برا اوقه باشه بعد خوردن این دو روزه تا جواشکا کسل قلب میشه یک روزی شیرینی هاش بود رنگ آدم شکرها میخورن که چقدر با مزه میگذارم شکرها تیکه کده اما که فهمیده که ارتر چی بوده؟ انتر 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 فهمیدی؟ بله جاب میگم اوه بله جاب انتر همین انتر میگن جان اوکا جان نوز نکردی چرا؟ جان اوکا جان نوز نکردی چرا؟ ممکن شما جمع کن خب بیا دم میکنی کو چند قدم میشه واکن؟ خب بیا مشاکل جوری کنیم میدم از دام ایجدا چیدا دم که کرودنی نشد اکا نشد نشد ولی باید بشه با شوینی فکر کنم آلبه تو یا آگ کلام بلیر با یعنی خویدن میگه که شیرینیش برآمدن میگیره تا گفت بخو شیرینیش برام میدک میشه که این قاگ نمیشه نه آرام ارزش خیاطه خرچ که خیلی میشه نه بعد نمیرم خیاط دندان درستی یا دخل که دندانات خرچ میره کم خب
نمیشم چرا نمیشه؟ یه وقت خودم خیلی نه 2000 دقیقه شید. نه خیلی نکیم پروف نمیشه چوا؟ تمام. یا هاشتگ. تشکر زیاد برای اشتراک ولی برای حق 11 بوده که خود می حق 12 بوده اما تشکر زیاد برای اشتراک و فکر میکنم که نه اونقدر خوب از اودای شرط میبرم ولی به هر حال برام تشکر. های مردا گفتم به اودای شرط نبرم اومدم تماشاگران عزیز ختم بگین. نوروزان سال چیه؟ سگ. یعنی سال سگ بسیار بابا بسیار میجا که خود برام میکنم. موجود ساعت ویز برام دومی باشه 12 شواد که حقی بوده کار خود می. نبرم. اینک ما خواستیم سوال دیگر و شرط دیگر پیشنهاد کنیم ولی سینار امروزه ما همین قدر بود و در آخر می‌خواستیم یک لطیفه دیگر از زبان شما بشنویم. پرابلم نیست لطیفه کی باشه. البته ما دعا میکنیم که همه وقت خنده در لبانتون سخرانید باشه و غم و اندوه عدیلتون دلیل باشه. ما هر کاری میکنیم تماشاگران عزیز برای شما میکنیم. دعا میکنیم که خیلی برادران زیاد چوانان خیلی برنامه چی بود؟ سولار شو یا چملک و ایجوش فقط تماشا کنید حلاوت ببریم چیست برای شما. البته در این روز خرسندی در این روز مبارک که اینجا دیگه و بچه هر مرا بود میکنه خدمت گفتن در یادم زد خدمت ما در وطن بود میکنه با سری بلند می قشلاق دیگه همیتن یا عروس داشته راست چاله و چشم میدید و انگشتری میگیم کو میدیدن راست پیش هم عروس میگه نه ما خدمت بود کدام اومدم این انگشتری نبیگه که در دست بود مقصد زنیده کی دکتر میگه میبخشیدم میگه دو سال رفت خدمت میگه تا دیر کردی مرا الکه اوتو چند دیگه کس دادن دیگه بچه‌ام سرش وایران میشه من میدونم میگه احمد خوشروش میوی نه که من میدونم میگه احمد بوز بالاش میوی من میدونم میگه احمد بسواد میوی نه که میره بفهم بگه کی رنگی من شد گذرونک دیگه نه میوی. انا یک لطفه دیگر درباره خدمت نقل کردیم. یک نفر از خدمت میاد بعد اوچاوتاش سوالش میتونه که خدمت چی بود میگه اوچا جون میگه فقط در نوک قشقم میگه سبزی بود کچکه بود پیاز بود سبزی کچکه پیاز یگام چی میگه فقط در قشقم خیلی بود هم خیلی میومد بعد میره جوروش سوال میکنه میگه نه میگه دسمرود خدمت چی میگه فقط در همین درون قشقم سبزی بود پیاز بود کچکه بود سبزی بود پیاز کچکه همین خیلی خدمت چیزو رو گذاشته میگه فقط میخوردم خیلی با یک جورش میگه برادر میگه خیلی وقت گبانی خمون همین خوشتر فهمون میگه در نوک قاشق شما سبزی و کچکه پیاز بود فقط شما هم خیلی اوقات میخوردین چی میگه نه من فقط اون سبزی و کچکه پیاز با قاشق پوست میکنم دیگه رو میخوردم. سلام باشه تشکر زیاد سلامت باشه و اینک بسیار همین تماشاگران خواهش کردن از اون ما کامنتاری رو خوندیم خواهش کردن که از اون سردایی که دوری کو تلفن دارم شد نداره خط ندارم ناز نداره زن دارم شون نداره زن دارم شون یک خیلی سرود خیلی من راستی که با سرود حجی بسیار میخونم سرود میخونم حجی اگه ما بلبل نیستیم که سرود بخونیم بلبلا هستن سرود میخونن ما ذوق داشتی در کل خفت کردن مقصد که فقط ضرر میرسونید مردم اونم که سرودای حجی میخونیم یگام چی با قلبی یک سرود خواندم شادروان خدامتی گرگی بیگ حبیب الله بیگ کریم شیش شاگرد ما کریم شیش سال پیش گذشته این مقصد نو از اینو گذاشتن شادروان حبیب الله بیگ خیلی پلگر در کیسه نیست سری بازارت غلط مردکی به پل را رفتار و گفتارش غلط هی پلگر در کیسه نیست سری بازارت غلط هی مردکی به پل را رفتار و گفتارش غلط هر کی پل دارد میرسد در هر زمان هر کی پل دارد به مقصد میرسد در هر زمان این مردکی به پل رو رفتار و گفتارش غلط میگه عاشقی جانانیم لگ ندارم سیم و زر عاشقی جانانیم لگ ندارم سیم و زر خوبانی زمان روی هوش در مال و زر است هی خوبانی زمان را چش در مال و زر است هی پلگر در کیسه نیست سعی بازار نکن سلامت و تماشاگران عزیز این بود برنامه نوبتی سولار شو از کانال سولار تیوی و امیدوارم که شما خودی حاضر کامنتر هم می‌نویسید لایک خود رو می‌گذارید البته و پادپیسیاتsia میکنید با ما یعنی شامل کانال ما میشوید و البته برنامه‌های جالب دیدن رو میتوانید در این کانال هر هفته شما تماشا بکنید. ما مهمانان این برنامه ما انیق هستند ولی به واسطه شما باید منتظر باشید و این آرزوی ما است تا برنامه نوبتی سولار شو در شماره پنجم با شما و میخوریم.
бо канали мо бошед. Солор шоу, йоу, чамалако, аҷош бигӣ. Малакачо.